بشر، ما اتصلت عين بنظر، وما سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين. گویا که باز اشکال فنی داریم. این فنی خود ما را ضرب فنی کرده. یک سال کامل شما هم بدونید بینندگان تا دعا کنید. الله المستعان. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر، وما سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إرغاما لمن سب وشتم ورفض. اللهم عليك بالرافضة السبابين الشتامين بقيادة مراجعهم وطواغيتهم، سيما خامنئي وعوانه وأنصاره. شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم، واجعلهم أحاديث، ومزقهم شر تمزيق، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام. درود خدا بر او باد که با تحمل رنجهای فراوان گنج آسمانی توحید یعنی هدف از خلقت را به ما آموخت. و درود خداوند بر اهل بیت پاکش که پلیدان امام تراش اونها را بهانه قرار دادند و کل اسلام را به باد استهزا گرفتند به نام دوستی اهل بیت. شرکای آبا و اجدادیشون را
از خلال این مکر و فریب وارد اسلام کرده اند. آتش پرستی را مبدل به امام پرستی کرده اند و دین خدا را، توحید خدا را، قرآن خدا را به باد استهزا گرفتند. خداوند این ملت شوریده را بر سرشان مسلط کند و شرشان را از سر ملت بردارد و ما و بقیه موحدان را سبب روشنی و بیداری این ملت شرک زده و آخوند زده قرار بدهد که دین زده شده دین را بشناسد که چی هست. و درود خداوند بر ازواج محمد باد، مادران مؤمنان، نه مادران بی تربیتانی که جز سب و شتم و اهانت بر عرض رسول دینی ندارند و این بی تربیتی ها را تواقیتشون، مراجعشون در حوزه های شرکیشون اونها را چنین تربیت یا در واقع بی تربیت نمودند. و درود خداوند بر اصحاب محمد باد که به نص قرآن بهترین اصحاب بر بهترین پیغمبر بودند، تا حدی که خداوند از عرش اعلای خود آیه نازل فرمود خیلی صریح و روشن و به همه مؤمنان از جمله اهل بیت دستور داد که به آنها اگر بخواهند، اگر بخواهید ای مؤمنان، ای اهل بیت و غیر اهل بیت، همچنان که از اونها راضی شدم، از یاران محمد راضی شدم، از شما راضی شوم، همچنان که به اونها وعده بهشت برین دادم، شما را به همون بهشت ببرم، به نیکویی از اونها یاد کنید و دین خود را هم باید از این نیکان فرا گرفت که از دانشگاه محمدی سربلند کرده اند. لیکن قدر گل را گل شناسد، گوهر و گوهر شناس. و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که آنچه را که برای اصلاح این نفس سرکش و مصرف بر خویش و گناهکار قبل از دیگران و آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دین و دنیای من شما مفید است، خداوند به لطف و منت و کرم خودش آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. و از خداوند متعال تقاضا دارم که فردا که پنجشنبه است به من و شما، به بنده و شما توفیق احیای سنت نبوی برای روزه گرفتن پنجشنبه و دوشنبه را عطا نماید، همچنان که خود رسول اکرم روزه می گرفتند. و این شبهای طولانی را خداوند برای ما و شما مبارک بگرداند و توفیق قیام لیل عطا بفرماید. بهترین سخن سخن خداوند است. در شرح بهترین سخن به فضل و منت خداوند هنوز روی آیه 22 آیه مبارکه 22 از سوره شریفه ابراهیم علیه و علی نبینا الصلاة والسلام می باشیم که امروز پنجمین جلسه به فضل و منت خداوند روی این آیه مبارکه کار میکنیم.
تلاوتش را بشنویم، بعد از اون تفسیرش را. وقال الشیطان لما قضی الامر، آنگاه آن وقت که کار از کار گذشت، کار تمام شد، بهشتیان به بهشت رفتند و دوزخیان در دوزخ. امام تراشان، امام پیرپرستان، امام پیغمبر پرستان، امام کجروان و دین ستیزان و بددینان و بیدینان، کسانی که شیطان باشون بازی کرده، در میانشون بلند میشه، روزه میخونه، به قول امروز همچون که خامنه‌ای مرثیه میخونه در جلسات شیطانی خودش، اونجا امامشون که ابلیس باشه در دوزخ هم مرثیه میخونه، خود به اصطلاح سخنرانی میکنه. ان الله وعدکم وعد الحق. کار از کار گذشت، اعتراف چه فایده داره؟ نوشدارو بعد از مرگ سهراب. ان الله وعدکم وعد الحق. خداوند وعده حق به شما داد و من به شما وعده دادم، لیکن خلف وعده کردم و من هیچ سلطه‌ای بر شما نداشتم جز اینکه شما را افسون میکردم، جز اینکه شما را دعوت میکردم، روزه میخوندم، مرثیه میخوندم. همه این روزخونهای دغا و روحانیان بی‌حیایی که اینها را تأیید میکنند، که صراحتاً خیلی صریح و روشن بر ضد قرآن و سنت نبوی و عقل است، اینها همه سربازان شیطانند. این حرف حداقل من 30 ساله تو تلویزیون ها میگم، حداقل. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. من شما را دعوت کردم، شما استجابت من کردید به خاطر مطامع دنیویتون، برای که سوار مردم بشید، به قدرت برسید، اومدید امامت تراشیدید، ولایت تراشیدید، پیر و پاتال تراشیدید، یا اشباهشون حتی در عالم اسلامی فرقی نمیکنه. هر کسی که از راه باطل به جایی برسه، اون باطل هر باطل میخواد باشه، مهم ماهیتش، اسم مهم نیست، اسما مهم نیست. خداوند ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. خداوند به شکل شمایلتون نگاه نمیکنه که ریشات خیلی بلنده، عباد خیلی تمیزه، امامت خیلی گنده، نمیدونم این شکلها بر عوام مهمه، بر خدا اینا مهم نیست. ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، لیکن به دلهاتون نگاه میکنه و اعمالتون. خداوند دلهای ما و شما را منور به نور ایمان و اخلاص بگرداند. فاستجبتم لی. من شما رو دعوت کردم، شما استجابت کردید. الان منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید. نه من فریاد رس شمام، نه شما فریاد رس منید. من قبل از اینکه شما منو شریک خدا بکنید، من این حرفا کفر ورزیدم. اینو معانی مختلف ازش در میاد که توضیح دادم.
لیکن از اینجا یه قاعده قوی استخراج میکنه قرآن: ان الظالمین لهم عذاب علیم. ستمگران که بالاترین ستم شرکه، ان شرک لظلم عظیم. و شرک اینه که شما صفات خدا رو به بندگان بدید، بندگان رو جزئی از خدا بدونید، چه از خلال وحدت وجود نجس باشه، چه از خلال امامت شرکالود باشه، چه از راه پیر و پاتال پرستی پر از شرک و بدعت باشه، هیچ فرقی نمیکنه. و همه این ظلم هایی که شما در جامعه میبینید نتیجه این افرادها و غلوهاست، چه در عالم مسیحیت، چه در عالم یهودیت، چه در عالم اسلام. کاش که علی شریعتی خدا رحمتش کنه به جای مذهب علیه مذهب این عنوان انتخاب میکرد که شرک علیه توحید. ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم. اونجا نه که خمینی اعتراف میکنه، خامنه‌ای اعتراف میکنه، بقیه تواغیت مدعی مرجعیت اعتراف میکنن، بلکه امامشون که ابلیس باشه که این همه نیرنگ و فریب و 9 دین تقیه و امامت و امامبازی و خرت پرت ها رو بهشون یاد داده، اونجا خودش هم اعتراف میکنه. میبینید که قرآن کلمه به کلمه، آیه به آیه کمر روحانیت شرک پیشی رو شکسته، کمر امام تراشان رو همچنان شکسته که کمر پیغمبر پرستان رو شکسته. ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم. اینجا دقت کنید، میگوید که خداوند از قولش نقل میفرماید وعدتكم فاخلفتكم، نمیگوید وعدتكم بالباطل، مثلا من شما رو باطل وعده دادم، بلکه وعده شیطان اصلا واقع نمیشه چون باطله و اعجاز قرآنی در ایجازشه. ان الله وعدكم وعد الحق. اینا شما خودتون میبینید و چشم خودتون رخ داده. و وعدتكم، من شما رو به باطل وعده دادم، مثل وعده امامت، مثل وعده امام کوران و کران، مثل افسانه های و بدعت های تشیع و تصوف و بقیه اهل بدعت و ضلالت و امامت و ولایت و هزاران بدعت دیگر. ولذا شما اگه بخواید باطل رو بفهمید عمرت کفایت نمیکنه. حق یک راهه، راههای باطل زیاده. چطور میخوایی؟ عمرت چند ساله؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال. مگه میتونی همه باطل هایی که در طول تاریخ بوده اینها رو فراگیری؟ مگه که اجمالاً باشه. پیش بنده که تلویزیون رفت، نمیدونم پیش شما هست یا نه. پس همه وعده هایی که شیطان به بدعت گذاران و امام تراشان و پیرپرستان و مدعیان تصوف عرفان یاد داده، همه اینا فاخلفتکم، اینا خلف وعده کردم. یا اینکه ما به شما وعده دادم برای بیدینان، نه بابا بهشت دوزخی نیست، ایناش بهشت دوزخ الان. من شما رو وسوسه کردم که حساب کتابی نیست، ایناش حساب کتابه. به بیدینانتون گفتم خدایی نیست، ایناش خداوند داره محاسبه میکنه. نه بابا این غیبیات چیه؟ این غیبیات مال عالم ادبوغه. مثلا ماده همه چیزه،
حتی خود انسان طور که مادیون میگن یه مظهری از مظاهر ماده، بهتون وسوسه کردم که این معتقدات دینی تریاک بر مردم، یا از خلال بدعت ها صدها بدعت در میان مذاهب گمراه گذاشتم. فاخلفتکم، الان من همه وعده هامو دست میکشم. و ما کان لی علیکم من سلطان، من هیچ سلطه‌ای بر شما نداشتم. یعنی چی؟ یعنی ابلیس که رأس شیطان ها، امام شیطان های انس و جنه، هیچ سلطه‌ای بر انسان نداره. و این کتاب سخنان رب العالمینه. هر داستانی که میشنوید، این کتاب تا زمانی که مانیفست و کتاب زندگی هر مسلمانی نباشه، مسلمانان در همین جایی که هستند در جا خواهند زد، پیش نخواهند رفت، بلکه پس خواهند رفت، مگر اینکه این کتاب و کتاب راهنمای خود قرار بدهند همچون که هست، مانیفست زندگیشون قرارش بدن. اون وقت هر داستانی، هر تفسیری، هر روایتی، هر سخنی، هر قصه ای که در تناقض با این کتاب مبارک باشه باطله. خب ابلیس لعین هیچ سلطه بر انسان نداره. سلطه بر چیه؟ نمود سلطه دو چیزه، یکی حجت و برهانه که انسانو قانع میکنه، از داخل قانعش میکنی، یا قلبشو به دست میاری، فکرشو به دست میارید از راه حجت و برهان، یا اینکه قدرت میزنید، میکشید. این مثال رو قبلا خدمتتون یکی دوبارم ذکر کردم. مثال جالبیه. استادمون شیخ راتب نابلسی خدا حفظش کنه و کشورش را که خامنه‌ای نجس و بقیه طاغوت‌های نجس ویرانش کردن، از حزب الشیطان گرفته تا هشت شیطانی عراق و زینبیه روافض پاکستان و فاطمیون روافض افغانستان، که خداوند همه اینها را همراه با خامنه‌ای لعنت کند که کشورش را خراب کردند. عراق و ایران و یمن و افغانستان و سوریه رو تا تونستند خرابکاری کردن. ایشون میگه که مثال بسیار جالبیه، همیشه میگفتیم مثالو. شما فرض کنید یک انسانی لباس بسیار شیک پوشیده، قشنگ لباس پوشیده، تمیز، مرتب، اتو شده، در یک حفره میفته، در یک فاضلاب میفته. پهلوش یه شخصی هستش، این فوری میره کلانتری، پاسگاه، پیش پلیس شکایت میکنه که آقا این انسان سببه. خب محقق پلیس چیکار میکنه؟ بازجو یا محقق شروع تحقیق میکنه. خب این آقا که شما ازش شکایت کردید شما رو انداخته تو چاه؟ میگه نه، دروغ خوب نیست. نه. خب شما رو انداخته؟ نه. شما رو گرفته انداخته داخل؟ نه. سلاح برداشته شما رو گفته برو داخل چاه؟ نه. پس چرا ازش شکایت میکنی؟ به من گفته که داخل این چاه برو. خب چون این شخصی در منطقه عقلای دنیا جاش بیمارستان، تیمارستان نیست، دیوانه خانه نیست، بهت گفته نرو. کی گفته برو؟ کی گفته حرفشو گوش کن؟ آیا جای همه سینه زنان، گلمالان، روزخانان، اینهایی که حاکم بر کشورند، از خامنه‌ای نژاد تا احمدی نژاد، خاتمی، پیروانشون، مقلدانشون، حوزه های شرکیشون،
خودشون، استادانشون، شاگردانشون جایشون تیمارستان نیست شما رو به خدا. یا هم فکران صوفی و درویش و عقرب خوران و لامپ خوران، هیچ فرقی نمیکنه. البته در تیمارستانی که مغزهای پوکشون با اشعه قرآن و توحید اسکان و علاج بشه. این وظیفه عالمان راستین، این وظیفه دعوتگران توحید، نه که تشنه قدرت باشند و تشنه سیاست. تازه این آقا مثال در مثال که مناقشه نیست، در مثال که مناقشه نیست، به قول مولانا عبدالعزیز خدا رحمتش کنه، این آقا رو دیده، شیطان رو کسی ندیده، فقط یه وسوسه از راه دور تو دلت میندازه. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. من هیچ قدرتی بر شما نداشتم جز که شما رو دعوت کردم، استجابت کردیم. همه موضوع همینه. ولذا وقتی که انسان به یک معصیتی میفته، به یک گناهی میفته، چه کوچک چه بزرگ، چه شخصی چه اجتماعی، میبینی فوری ابلیس رو لعنت میکنه. اگه قرار باشه لعنت کنه خودشو لعنت کنه. چرا ابلیسو؟ خودت مسئولید. ابلیس که مسئول نیست که، ابلیس کار خودشو میکنه. شیطان چون به خاطر انسان حسد ورزیده، تکبر کرده، تکبر عزازیل را خار کرد، به زندان لعنت گرفتار کرد، به قول شیخ سعدی علیه الرحمه. نافرمانی خدا کرد، اون مسئول اعمال خودشه. و وقتی که به خاطر انسان میره جهنم، میخواد انسان با همراهش بره، این از حسدشه. لیکن کسی که خودش معصیت میکنه، ابلیس لعنت میکنه، باید خودشو علاج کنه. نمیگم خودشو لعنت کنه، بلکه لعنت یعنی طرد از رحمت خداوند، ولی باید خودشو علاج کنه. و بهترین کار لعنت نیست، نه بر خود نه بر دیگران. بهترین کار کلکم خطاؤون خیر الخطائین التوابون. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماند همتون، یعنی همه ما انسان ها گناهکاریم، اشتباه میکنیم، لیکن بهترین اشتباه کار اونه که فوری توبه کنه، فوری، در همون لحظه. که میدونه که ملک الموت کی میاد؟ اینجا ابلیس بهت میگه نافرمانی خدا کن، معصیت خدا کن، بزن، بکش. الان این معصیت خدا کن به نام دین خیلی خطرناکتره، برای که این بسیجی های مغز شسته که بهشون شستشوی مغزی دادن، چه بسیجی ها، چه اطلاعاتی ها، چه سپاهی ها، اینا فکر میکنند با این زدن و کشتن امام زمان و که امام کوران و کرانه رازیش میکنن، فکر میکنند که خدمت دین میکنن. برای که در این حوزهای شرکیه و فرهنگی که از این حوزهای شرکیه برخواسته، همین رو بهشون یاد دادن. اینا خیلی خطرناک دارن. و خب خود ابلیس که هیچ حجتی نداره، نه قدرت قانع کردن تو داره، نه نیروی داره. کسی که از ابلیس پیروی کنه گمراهه، راهش رو گم کرده. راه درست راه خداونده. وقتی که خودش رو گمراه کرده، راه اشتباه رفته، مسئول خودشه. بهت میگن برو شمال میری جنوب، خودت مسئولی. هر انسانی مسئول اعمال خودشه. اما به این بهانه که شیطان منو گمراه کرده، از مسئولیت شانه نمیشه خالی کنه. شما در قوانین وضعی که وقتی باش سر و کار دارید، اگه یه شخصی بهت بگه آقا قانون چیه؟ مخالفت کن. قانون بی قانون. سر چهارراه وایستادی، چراغ قرمز میگین، بابا ولش کن. چراغ قرمز چیه؟ شما میدونید که نتیجه این مخالفت یا زندانه یا جریمه. آیا حرفشو گوش میکنی؟ نه. اگه عاقل باشی نه.
و عاقل که باشه میگه نه، من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید، من سرانجام این مخالفات رو میدونم یعنی چی. خب در امور دنیا من شما اون چرا که بهمون ضرر بده، به ضررمون باشه، عقل و زیر پا نمیذاریم. در امور دین چرا اینو قبول میکنیم؟ چرا مطیع کسانی میشیم که کل دین من شما رو بسوزونن؟ ولذا این آیه در طول زندگی باید آویزه گوشمون باشه. و ما کان علی علیکم من سلطان. و انسان منصف قبل از اینکه ابلیس لعین رو سرزنش کنه باید خودش رو سرزنش کنه. هر وقت که در معصیت افتاد باید خودش رو توبیخ کنه و بهترین راه توبه فوری، 2 رکعت نماز خوندن، به دامن خدا بازگشتن. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. یه مثال دیگه، اگه شخصی به تو یه دوایی بده، بهت میگه که آقا این دوا خیلی مفیده، این شخص رو شما نمیشناسید کیه، ممکنه این دوا سم باشه، ممکنه این دوا مخدر باشه، ممکنه مواد مخدر باشه، ممکنه دوا باشه، مثلا عرض میکنم ممکنه برات نتایج خطرناکی داشته باشه، شاید این شخصی توطئه چیده برات، ممکنه مغرض باشه، ممکنه دشمن باشه. آیا همین که بهت گفت این دوا مفیده فوری این دوا رو میخورید؟ نه، هیچ عاقلی این کار نمیکنه، هیچ عاقلی خودکشی نمیکنه، هیچ عاقلی نقشه دشمن رو پیاده نمیکنه. حداقلش اینه برو از پزشک سوال کن، ببین این دوا درش چی نوشته، باز شده باز نشده، کی اینو درست کرده، کدوم دکتر، چه مریضیت مناسب نیست، خداوند ما شما را از مریضی ها دور کنه. اما مگه میشه همین که یه انسانی بهت گفت که این دوا رو بگه به سرعت ببریش؟ چه بسا سم کشنده باشه. خب در دنیا با این زیرکی عمل میکنید، در صورتی که سم امامت و زهر ولایتی که براتون درست کردن، چه در تشیع چه در تصوف، از این هم کشنده تره با معانی تحریف کننده که درشون داره. و همه بدعت ها اینطوریه. ولذا شیطان نمیتونه کسی رو گمراه کنه مگر اینکه اون شخص خودش گمراه باشه. در اصل لحاجتنا فی نفس یعقوب این شکلی، مثلا ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی، یعنی من الان فریاد شما رو نمیتونم اجابت کنم، هر چی میخوای فریاد بکشید، و شما هم همچنین. کل نفس بما کسبت رهینه، هر نفسی مرهون اعمال خودشه. ولا تزر وازرة وزر اخرى، هیچ کسی بار دیگری رو به دوش نمیکشه. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. شیطان به راههای متعدد میخواد از پیروانش اظهار براءت کنه. ولذا کسی که شیطان رو تصدیق میکنه یا افکار شیطانی رو قبول میکنه، عقاید شیطانی رو قبول میکنه که امامت مجعول روحانیت دجال بارزترین نمونه افکار شیطانی است، یا هر باوری که به مخلوق، چه پیر باشه، چه پیامبر باشه، چه هر مخلوقی صفات خدایی بده، یعنی هر غلوی، هر تندروی، هر افراطی، هر تفریطی راه شیطانه. شیطان یا از راه افراط و تندروی انسانو میفریبه که راه خوارج در اسلام، و یا از راه غلو و افراط در اشخاص که راه تشیع و پیغمبر پرستانه. هر کسی که به وسوسه‌های شیطان گوش کنه
و به جای خداوند از شیطان اطاعت کنه، گویا که شیطان رو به شریک خدا کرده. اینا شیطان میاد علنانشون از این شرک اظهار تبرئه میکنه. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. این آیه مبارکه اصل در حقیقت شیطان وسوسه میکنه، لیکن بر انسان قدرت نداره، سلطه نداره. اما روزخوانها نه، روزخوانها امروز سلطه دارند، قدرت دارند، اگرچه امامشون شیطانه. کسی که از وسوسه های شیطان پیروی کنه در واقع از وسوسه های نفس خودش پیروی میکنه، در واقع از هوای نفس خودش پیروی میکنه. شیطان فقط از راه دور پارازیت میفرسته، سیگنال میفرسته. و سخن دقیق تر اینه که انسان وقتی که خواهش‌های نفسانیش، هوای نفسانیش با وسوسه های شیطان مطابقت داشته باشه، استجابت میکنه، و الا استجابت نمیکنه. تا اینجا توقف میکنم. انشاءالله که همین آیه رو صفحه در جلسه ششم ادامه خواهیم داد اگه خدا عمری بده. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بریم به کلیپ هاتون. مولانا عبدالعزیز مولازاده، رهبر تاریخی مردم بلوچستان، رحمت خدا بر او باد. عزیزان من، سروران من، اتحاد خود، هماهنگی خود را نشان بدهید که ما زنده هستیم، ما اتحاد داریم، ما اتفاق داریم، ما متفرق نیستیم. بلوچستان مال ما هست، باید ما در بلوچستان زندگی بکنیم و ما باید از دولت وقت، از جمهوری اسلامی حقوق ملی و مذهبی خود را از مجرای صحیح، از کانال صحیح بخواهیم. اگر احتیاج شد چه عیبی دارد؟ تظاهر هم میکنید، تقاضا هم میکنید، تحصل هم میکنید، هیچ عیبی ندارد از نظر من این کارها بشود. وقتی که ما هیچ چاره علاجی برای ما میسر نشد، اون موقع دست به شمشیر بردن حلالت. اگر کشته بشویم شهیدیم، زنده بشویم سرفراز و سرخرو هستیم. خداوند رحمتش کنه. سالها صد بگذرد تا یک مرد حق پیدا شود. بایزید اندر خراسان و اویس اندر قرن، عبدالعزیز اندر زاهدان و برقعی اندر قم مثلا. بدخواهان تو به امامهاشون محکم بچسبند تا پرانده نشود. من نمیدونم اینو به کی گفته ایشون. عبدالغفار نقشبندی، مولانا عبدالغفار نقشبندی. قابل توجه افرادی که تصور میکنند شبکه جهانی کلمه یک رسانه اسلامی و مذهبی است و در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نباید ورود پیدا کند. مبارزه با ظالم و جنایتکار از نصوص دینی و عقیدتی مسلمانان هست. وحید بهشتی، مدیر رسانه دور تیوی. سلام و احترام بر شما. ما موحدین قبلا فکر میکردیم که شبکه کلمه مانند وصال، نور، توحید، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و صالح حق شبکه مذهبی و توحیدی است. حالا جناب آقای هاشمی پرده ریا را کنار زده
و علنا میفرماید موحدین فکرتان غلط بوده، ما شبکه مردمی و سیاسی داریم. خدا را شکر پاسخمان را به خوبی دریافت کردیم. همین آقای هاشمی وقتی که ما ایشون در نور بودن، ایشون و آقای خدمتی، ما چون بر علیه رژیم حرف می زدیم و افکار مذهبی رژیم، خلیج رو پر کرده بودند که ما تندرویم. اینا اسمش فرصت طلبیه، مقام پرستیه. من همه اینها رو، چه با آخوندهایی که در داخل هستند، مولوی و ماموسته ها و آخوندها، چه پوکولی هایی که در بیرون هستند، فرقی نمی کنه. اینا فرصت طلبیه. اگرچه من اهمیت دادن مسائل سیاسی رو بخصوص امروز واجب میدونم، لیکن در چارچوبی که اسلام اجازه بده، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. خدا را شکر پاسخمون را به خوبی دریافت کردیم. خداوند به خاطر این اشتباه موحدین فارسی زبان رو ببخشاید. از کلیه موحدین فارسی زبان خواهش میکنم این شبکه جدید کلمه را که مردمی و سیاسی است به شدت تحریم کنند. چرا؟ نه، تحریمش نکنند، نصیحتش کنند که هم مثل هیچ کدوم از تلویزیون ها، به همه تلویزیون ها مسائل ایران اهمیت میدن الان، خب لیکن برنامه های اصلی خودشون تعطیل نکردن، در کنار برنامه اصلیشون میرن جلو را. یعنی نه افراط خوبه نه تفرید. نظر بنده اینه. الان این کلیپی که شما فرستادی، من که محمد رضا هاشمی از 912 من اگرچه ایشونو اصلا نمیتونم گوش کنم، خیلی کم، برای که منطقشو دوست ندارم، بارها ازش انتقاد کردم، یک. و دومی که بر علیه خود بنده توطئه چیده بارها، مثل شبکه وصال ناحق که با تبرعات وصال فارسی رو کار رفت، تبرعات سرچیده شد. هر دو اینها تا تونستن دور بر منو مأموریت داشتن، این حرفمو بفهمید، مأموریت داشتن دور بر منو خالی کنن. هر کی با من میومد میبردنش. الان هر کی بیاد، هر کسی رو من بیارم، اینو 10 برابر حقوق میدن میبرنش. خب یه بار میگیم اشتباهه، بار دوم اشتباهه، بار سوم اشتباهه. نه دیگه، یه منهجه. علاوه بر این هر دو کانال به زبان عربی کلیپ بر علیه بنده درست کردن، دستهای پنهان اونها رو مکلف کردن که هر موقع خواستن این کلیپ بر علیه بنده استفاده بکنن و ایشون هم خودش پخش میکرده این کلیپ ها. الان بریم جلوتر. 10 نفر که این برنامه رو در یوتیوب گویا دارن میبینن، فقط 86 نفر لایک کرده. همین کافی است که بدانید راه درستی را برای از بین بردن این رژیم صفاک آخوندی در پیش نگرفتید. یعنی ما این راه درست رو در پیش نگرفتیم. من تصحیح میکنم، البته 133 نفر هست، شما 86 نفر نوشتید، 133 نفر لایک کردن. خب طبیعت حال اینه که هر کسی مایل هست لایک میکنه، مایل نیست لایک نمیکنه. در این باره شما نظر خود رو نوشتید و ما هم نوشت شما رو خوندیم. برجت کاش که صدا و سیما 9 نفر بیننده داشت، 9 نفر. مثل ما که صدا و سیما نمیتونه. صدا و سیما بازی فوتبالش هم به اندازه اون اینجوری خوب نیست. این روش حرف زدن روش بچگانه، اعجاب به نفسه. این روش خوب. بابا صدا سیما داره کشور رو میپوشونه، مثل شما نیست. هر چه باشه یعنی 100 نفر بسیجی نداره، 1000 نفر اطلاعاتی نداره. چرا اینجوری حرف میزنی؟ این چه منطقیه؟ اون 22 نفری که در زمین توپ دارن میزنن، 22 نفر دیگه به نظرم 220 نفر تو اتاق فرمان، اونها همه دروازه‌بانن که نکنه یه تار موی یک زنی یا مثلا نکنه پوستیری چیزی نمایش داده بشه. به همین خاطر
قدر و عافیت را حتما بدونید. یک مطلب لازم هست من مطرح کنم برای کسانی که واقعا تصور این دارن که یک شبکه مثلا مذهبی یا شبکه اسلامی با دیدگاه مثلا شبکه کلمه دیگه در حوزه مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مباحث اجتماعی. نه، شبکه اسلام آقای سجودی که علنا میگه کلمه اسلامی نیست. یعنی الان در این شرایطی که الان هستیم کلمه با کلمه اینترنشنال که من اسمشو گذاشتم با ایران اینترنشنال چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره. مهماناشون همه از قدیما تا الان آقای مناشه امیر مدیر رادیو صهیونیستی اسرائیل در یک تلویزیون توحیدی ظاهر میشه و بسیاری از موحدان از این تلویزیون محرومند و ممنوع. اسلامی اینجوریه. این یک. دومی که تقریبا همه مهمانانتون سکولارند و ضد دین. الان شماها رو به عنوان آدامس استفاده میکنن، به عنوان آدامس، همچنان که خمینی بسیاری رو به عنوان آدامس استفاده کرد و زدشون، از حزب توده گرفته تا دیگران. شما رو همچنین، شما و امثال شما که هرگز به قدرت نمیرسید، اینو مطمئن باشید. فقط میشید دستمال کاغذی دور انداخته میشید. ولی راه خودتون رو عوض کنید خوب نیست. خود دانی شما همین کارها را میتونستید، شما ها که نصیحت سرتون نمیشه، من میدونم اینو، میتونستید با افرادی که از ایران، از افغانستان، از کردستان، از تاجیکستان قحط و رجال نیست، میتونستید به جای اسلام ستیزان و جایی که همش دارند در تلویزیون های شما که با تبرعات مسلمانان شما ادعا میکنید که اداره میشه، من که این اداره قبول ندارم، با این حقوق نجومی که شما میدید، هر کی رو ما آوردیم با حقوق نجومی میبریدشون، میدان تبرعات بنده میشناسم. ولی فرض که حرف شما درست، با تبرعات صدها بیدین و ضد دین و وارد خونه های مردم کردن و اینها رو با افکار اونها آشنا کردن و اینها رو الگوی مردم قرار دادن جایزه؟ آیا این کار جایزه؟ مگه که هوای نفس باشه؟ اگه جایزه بنویسید همین فتوا رو. شما که از یک مدرسه سعودی فارغ التحصیل شدید، فکر نمی کنم که ضد علمای بزرگ عربستان سعودی باشید. از شما بپرسید آیا جایزه چون تبرعاتی جمع کردن؟ اونا میگن نه، قطعا نه. شیخ ابن جبرین و 2 نفر دیگه اجازه دادن فقط بر تلویزیون های اسلامی محض. الان شما با صدای امریکا، با ایران اینترنشنال، با BBC، با دیگران هیچ فرقی ندارید. یک منهجه. نه که اهمیت دادن به امور مسلمانان کار بدیه، بلکه یک واجب دینی است. لیکن این روشی که شما انتخاب کردید روش نادرستیه. این روش فرصت طلبانه و این همه اینا میگذره. خدا مولانا عبدالعزیز رحمت کنه بگه مردم با یه هش میان با یه هوش میرن. امور سیاسی اینطوریه. اینها اظهار نظر نکنه. برعکس ما معتقد هستیم که اسلام بله در حوزه حکومتداری ما معتقد هستیم که علمای دین نبایستی در حکومت سهم داشته باشه، یعنی حکومتدار نبایستی، حاکم نبایستی عالم دین باشه. اما ما این نمیدونه چطوری تعبیر کنه. این حرفی را که زد احمقانه ترین حرف ممکنه، ولی نمیدونه چطوری تعبیر کنه. عالم نباید حاکم باشه، حاکم باید جاهل باشه، حاکم باید نفهم باشه، حاکم باید عالم درست باشه. اما اگر میخوای بگی روحانیان نباید حکومت کنند، اسلام درش روحانیت نداره، بله. وقتی نمیتونی چیزی رو تعبیر کنی چرا سینه سپر میکنید؟ عالم نباید حاکم باشه، نه خیر، حاکم باید جاهل باشه. اصلا میتونید داره چه میگید؟
از روزی که علما بین علم و قرآن و بین حکومت جدایی افتاد، اینها راه پیش اومد. خلفای راشدین همه عالم بودن یا نبودن؟ ما معتقدیم او اعتقاد داشته باش تو، ولی اعتقاد نادرسته. عالم خوب اگه حکومت کنه جامعه بهترین وضع خواهد داشت. عالم بد که حکومت کنه، بد مذهب باشه، بد اعتقاد باشه، مشرک باشه، خرافی باشه، پیرپرست باشه، جامعه رو ویران میکنه. همه رو که نباید به یک چوب زد که. درست مثل اینه که شما بگید مثلا همه فرق و مذاهب رو به یک چوب بزنی. معتقد هستیم که اسلامی که ما میشناسیم، نه اسلامی که آخونده معرفی کردن، سخن در همه حوزه ها داره و بایستی یک مسلمان موفق مسلمانی است که در همه حوزه ها اظهار نظر داشته باشه، البته با تخصص، با اطلاع. و ما این اعتقاد رو به خاطر بحث مبارزه با جنایتکار، با ظالم، با ستمگر، یکی از نصوص دینی است که ما در اختیار داریم. و خب چرا اینجا پنهان میکنید؟ شما که درس خوندید، چرا اینجا تلبیس میکنید؟ آیا قرآن خیلی صریح و روشن میگوید که من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. کسی که به حکم خدا حکم نکنه ظالمه، فاسق، کافره. خب اینا از ابجدیات اسلام، در اینا اختلافی نیست. چرا اینا رو پنهان میکنید؟ عالم نباید حکومت کنه. شما با چه حقی عالم از حکومت منع میکنید؟ بگو روحانیان در مثلا طبقه معینی نباید حکومتی که الان در ایران هست مصیبتش اینجاست. مثلا عرض میکنم اگه آقای طالقانی حکومت میکرد چه اشکال داشت؟ مثال اگه آقای برقی حکومت میکرد خیلی از اینا بهتر میشد، خیلی از اینا بهتر میشد. از ساکت عن الحق شیطان نخرس. امروز وقت مگر رسول الله ما اعتقاد داریم غزوات رسول الله در وقت غزوات یا خندق حفر میکردن یا صفوف جنگ و جهاد رو تنظیم میکردن یا مثلا. خب عالم بود یا نبود؟ رسول الله عالم بود یا نبود؟ حکومت کرد یا نکرد؟ آخه من آرزو میکردم که در 2 دقیقه ایشونو بشنوم متناقض نباشه، ولی من نمیتونم گوشش کنم. کاش که این حرفاشو مینوشی برام میفرستادی. خواهش میکنم از دوستانی که میخوان کلیپی رد بشه اون کلیپ بنویسن برام. تیراندازان رو بر تپه کوه و غیر ذالک نزد. این در تاریخ سیرت پیامبر ما مسلمانان وجود داره. خب در بحث جنگ و غزوه و نبرد اونجا دیگه نمیاد کتاب درس بیاره که بیاد آقا با هم حدیث و قرآن بخونیم. اونجا بحث تنظیم جنگ. امروز وقتی که وجود داره یک در واقع نه اینم اشتباهه. حتی در بحث غزو، در غزوات، در جنگ سنت پیغمبر همه جا آموزش بود. هر چی که از پیغمبر میدیدن آموزش بود. چرا مغلطه میکنید؟ مگه پیغمبر تدریس میکرد؟ هر چی که پیغمبر میگفت درس بود اصلا خودش. چه جنگش، چه صلحش، چه نشستنش، چه ایستادنش، چه روشهاش عرض میکنم، چه روش نماز خوندنش، چه روش روزه گرفتنش، همه چیزش درس و اصول بودن و پند دادن. رسانه‌ای که ما در اختیار داریم مبارزه با جنایتکار، مبارزه با ستم. خب همین رسانه رو چرا وقتی در نور بودید این کار رو نمی کردید؟ مدیر نور به من میگفت، همین آقا اون زمان خودش مدیر بود، مدیر اصلیشون، میگفت که ما سیاستمون بر اینه که اصلا اسم تشیع رو نیاریم. اون موقع این آقا زبان چنان نرم بود که ماها رو تندرو میدونست. این روش ها یا عدم اعتدال روحی و عقلی رو میرسونه یا فرصت طلبی رو میرسونه، نان به نرخ روز خوردن رو میرسونه. ستمگر کل جهان اسلام رو نابود کرده، خاورمیانه رو به یک آتش فشانی تبدیل کرده. اگر ما این موضع، ما مسلمانان امروز این موضع نگیریم دیگر خیر. بله این موضع رو بگیر،
این موضع گرفتن واجبه، در این شکی نیست. اولا چرا قبلا نگرفتی وقتی در نور بودید؟ الان یادت آمد؟ این یک. دومی که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. افراد اسلامی زیادند، تحلیلگران اسلامی زیادند، چه در ایران، چه در افغانستان، چه در بیرون. چرا به جای بیدینها و ضد دینها و شاه اللهی ها که شب روز و تلویزیون شما هستند، چرا به جای اونها افراد سالم نمیارید؟ سومی که این که بگه ما نداریم، این حرف نادرستیه. سومی که من چند باری که برنامه های کلمه رو شنیدم، چندین بار شنیدم که به نحوی از آنها به اسلام توهین شده. شما همه ساکتید، خفه خون میگیرید در مقابل دیگران. الان که شما ضعیف باشی، فردا اونو قدرت باشن شما قوی خواهی شد. همین هایی که از پیش ما دزدیدید بردید به اصطلاح، چرا پیش ما این حرفا رو نمیزدن؟ چرا این طعنه ها رو، این نمیدونم کجکولهی ها رو نداشتن؟ بریم جلوتر. والا خواهش میکنم بار دیگه کلیپی که میفرستید دوستان نوشتهش رو برام بفرستید. در ما نیست. این 43 سال چه بلایی که اینا خلق نکردن. شما میگید امروز باید ساکت شد. اگر این اسلامی که باید در چنین شرایطی ما ساکت باشیم، من این اسلام نمیخوام. اگر این اسلامی که شما میگید دین اسلام که آقا بگذارید خامنه 1 میلیون سوریه‌ای رو، ببین این که میگه نمیخوام، این حماقته. من اون اسلامو نمیخوام. بعضی از گروه های اسلامی از جمله مدخلی ها، جامی ها، اینا معتقدند که در مقابل حاکم هیچ انکاری نباید کرد. میگه من اون اسلامو نمیخوام. مسلمانان اجتهادشون اینه، روششون اینه. بگو اشتباه میکنن، نگو من اون اسلامو نمیخوام. این حرف درستی نیست. اسلام یک اسلامه. کشت. عراق را به خاکستر تبدیل کرد. یمن این، لبنان اینطور، افغانستان اینطور. بعد میگن آقا شما لطفاً ورود پیدا نکنید به این خطایا. این اتفاق همون شیطان اخرس است، یک شیطان ساکت است که در چنین شرایطی من این اسلام را نمیخوام که بگه شما ساکت باش، بذار هر جنایتکار هر جنایت. این که درسته، انسان نباید در مقابل جانی ساکت باشه. این که شما بعد از سالهای سال جرأت کردید، بعد از سکوت فراوان اومدید حرف میزنید، هم از شما و هم از مولوی عبدالحمید قابل تشکره. لیکن راهشو درست برید، راهتون کجه. مرتکب میشه تابش نخیر. بایستی انسان جوان مردانه بیسته و از ملتی که امروز داره در واقع دفاع میکنه حمایت کنه. تنها ابزاری که ما در اختیاریم بس رسانه هست. آقای بهشتی ببخشید جنبندی و خداحافظی اظهار نظر شما رو میشه بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید واقعا دقیق فرمودید آقای هاشم. یعنی اصلا نه تنها بحث مذهب، یعنی امروز اگر کسی بگه من سیاسی نیستم و این رو بخواد یک دلیلی و یک عذری قرار بده برای اینکه در میدون مبارزه با یک جنایتکار کودک کشی چون خامنه ای حضور پیدا نکنه و این رو بگه، این یعنی اون اصلا واقعا دقیقاً مصداق همین شاه بیت سعدی شیرازه. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. شما شایسته این که نام انسان رود بذارن نیستی. اگر ناراحت نمیشی و نمیخوای بلندشی مبارزه کنی برای اینکه دارن به دختر کوچک شلیک میکنن، دارن به پسر کوچک شلیک میکنن،
تمام کارهایی رو که دارن میکنن دیگه من نمیخوام نام ببرم. ایشون عقلش منظم تره، هم ایشون هم آقای جوانمردی، یعنی با خودشون با حرفایی که میزنن منطقی تر حرف میزنن و در هدف کلی الان مشترکن. یعنی اگر این بگی من سیاسی نیستم یعنی فقط ننگ آوردی بر روی خودت، این گفته بشه. یعنی امروز روز جنگه، فردا که ما پیروز شدیم و این خب دار چیز که طولانیه، مثل که شما این کلیپ فرستادید برای اون قسمت اولش. از همه دوستان خواهش میکنم کلیپی رو که بخوان بفرستن اگه خواستم من رد کنم اون کلیپ رو پیاده بکنید. هر صدایی که از بلوچستان بلند میشود باید از خراسان بلند بشود، هر آوازی که از خراسان بلند میشود باید از کردستان بلند بشود. من و شما سعی بکنیم، کوشش بکنیم که حق خود را از دولت بخواهیم و بگیریم. حق دادنی نیست، حق را باید گرفت، باید سعی بکنیم که به حق خود برسیم، اون حقی که خدا به ما داده. خداوند رحمتش کند. خوشا به حال مولوی عبدالحمید که اینها مخالفانش باشند. حقوق زنان به روش مولوی عبدالحمید. الان میگم خوش به حالشون که مخالفانش ایشون امثال اینها باشند. دولت به هر نحوی، البته نه دولت بلکه این مذهب از روزی که درست شده برای اختلاف ایجاد شده، برای تخریب اسلام از داخل ایجاد شده. ولی ببینید این آقا چه میگه. آقای عبدالحمید مولوی بذارید ما ساکت باشیم و من 30 سال بین شما زندگی کردم، ریزترین خلقیات شما رو میدونم. شما از یه جوان اهل سنت سوال میکنی، میره از عالمشون سوال میکنه، عالمشون میگه این فضولیا به تو نیامده. این دروغ محضه. این پیش شیعه اینجوریه، پیش سنی اینجوری نیست. برای که پیش شیعه اینطوریه، برای اینکه شیعه از یک مرجع تقلید میکنه، اما پیش سنی نه. پیش سنی که انسان از یک مرجع تقلید نمیکنه، از هر عالمی پرسید ازش مطمئنه کافیه. یعنی یک شخص سنی خیلی اندر مذهبی خیلی آزادتره. اولا انتقال از یک مذهب دیگه خیلی راحته. دومی که در داخل یک مذهب از هر کسی سوال کرد. فاسألوا اهل ذکر، نگفته یک نفر رو. این داره علنا دروغ میگه. این شخص، این مردک، من نمیدونم کیه، علنا داره دروغ میگه، افترا میزنه. همینی که ما میگیم درسته. من خودم به دانشجوی اهل سنت خودم 15 سال پیش بودم شما این 3 تا سوال بکن. دانشجوی منصفی هم بود. فردا آمد گفت آقا داشتم بیچاره میشدم. چرا؟ بفرمایید. برکه در این مذهب رافضیگری دروغ برای حفظ دروغ خانهشون عبادته. ولذا لجنزارتر از اینا کسی نیست. هیچ مذهبی رو من سراغ ندارم که دروغ اینطوری جایز بدونه. خب چند سال ما خلاصه نامزد بودیم و بعد از مشکلاتی ازدواج کردیم. 1 سال ازدواج کردیم. دیروز رفتم سوال کنم، گفته این فضولیا به تو نیومده، خانم تو اینجا 3 طلاقه میکنم. این آزادی بیانه؟ بفرمایید. خانم تو 3 طلاقه میکنم؟ مگه دست مولوی که 3 طلاق کنه بی شرف؟ دست دادگاهه. اگرش اختلاف افتاد میرن پیش دادگاه و برای که حکم مفتی و مولوی قدرت اجرایی نداره که. ولی این مرده که بیشرف، کلمه بیشرف براش خیلی کمه، چون میدونه که داره دروغ میگه برای فریب دادن شیعیان. با شعارشو میدی. چرا میگی این فضولی ها به تو نیومده؟ هر چی عالمت گفت گوش بده. مگه شما معصوم؟ همش افترا. یک کلمه‌اش هم یعنی با دلیل نیست که اصلا نگاه کنه دلیلش چیه. همش افترا. ما فقط خط قرمزمون معصومه، غیر معصوم.
اصلا معصومی وجود نداره جز پیغمبر. غیر معصوم چیه؟ این خط قرمزی که شما درست کردید فقط برای فریب شیعیان درست کردید تا به نام معصومان و زورکی خمس بگیرید و شهوت رانی کنید، صیغه کنید. معصوم خطا داره، غیر معصوم تعبد نداریم براش. چرا وقتی یک زنی میخواد از شما طلاق بگیره مهریه‌اش مشخصه آقای مولوی؟ نمیخواستم اینا رو بگم. بعد شما میای مهریه اون زن که تعیین شده و دینه اون رو بر اساس منطق خودت مطالبه میکنی. من شما ولایت دارید؟ بفرمایید. عجب دروغای خنوکی ها. مهریه که مال زن هاست، مال مولوی نیست که. خاک به سرت، دروغ هم بلد نیست چطوری بگید. چه شاگرد ورشکسته ای. مهریه تعیین شده، ربطی به طلاق هم نداره، این دین اندل مطالبه باید خر مقدسی رو نگاه کنید. بده. فقه شما اینه، فقه ما هم همینه، اختلافی نداریم. چرا نمیدی؟ شما مدافع حقوق زنان. ببینید الباطل و لجلج، همیشه باطل اینجوریه، تاریکیه، چند پهلویه. بعد تعداد کثیری از دختران جوان رو هبه میکنی در قصه داعش. بذارید ما ساکت. دختران جوان رو هبه میکنی در قصه داعش؟ بفرمایید. داعشی که خبیثا خودشون درست کردن، اینا میچسبند به اهل سنت به عنوان جهاد نکاح. این جهاد نکاحو که خودشون تراشیدن، این افترا سازی در پیش شیعه که مثل نقل و نبات خوردنه. جهاد نکاح و مخابرات استخبارات بشار و تونس با هم دیگه درست کردن. حتی تا حدی رسید که اطلاعات فرانسه در این مورد تحقیق کرد، به این نتیجه رسید. و خبرش رو که پخش کرد در ابتدا این افترا رو که شروع کرد کانال مکملین، غسان بن جدوی تونسی شیعه شده، قبلا در الجزیره بود. شوهردار رو شما هبه میکنید به عنوان مجاهد فی سبیل الله، با 100 نفر فحشا انجام بده، بعد مدال مجاهد بشه. چنان چندش آوره که جز خندیدن و توف کردن به صورت اینها هیچ ارزش دیگه نداره. میدید وقت تو از حقوق زن صحبت میکنی، خب تو و امثال توها که صیغه خونه مجانی باز کردید، راجع به حقوق زن چی میگید؟ زنها رو به عنوان بی‌حجابی بازداشت میکنید و میبرید تو کلانتری ها و هزاران بلا سرشون در میارید. از اول انقلاب تا الان، نه فقط الان، که بوی گندتون بر بام آسمان رفته. بیانیه بیش از 600 نفر از اعضای جامعه مدنی کردستان در حمایت از اعتراضات مدنی و پرهیز از خشونت. کشور بزرگ ایران با وجود برخورداری از نعمت‌های خدادادی فراوان، مردمان آن سالیان متمادی است که از بی‌مدیریتی حکمرانان می‌نالند و در رنج و عذابند. بی‌قانونی و نبود عدالت در تخصیص امکانات ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و قانونی را از بسیاری از مردم سلب کرده است. پس از حادثه دلخراش از دست دادن دختر دلبندمان، دختر زندگی ژینا امینی، مردم و به ویژه جوانان با امید به آینده و با عزمی جزم فریاد زن، زندگی، آزادی را برای احقاق حقوق اولیه خود و یک زندگی آبرومندانه شامل آزادی، عدالت و امنیت و رفاه اجتماعی سر دادند. اما مردم به جای دریافت پاسخ به مطالبات مدنی از طرف حاکمیت با برخورد خشونت‌آمیز امنیتی شامل تیراندازی به سوی مردم معترض، اهم از جوانان، زنان و کودکان در خیابان‌ها و بازداشت و اذیت و آزار و ایجاد فضای رعب و وحشت
با ورود سلاح نیمه سنگین و پرواز هلیکوپترهای نظامی و حمله به منازل مردم و تعرض به محیط‌های دانشگاهی و بازرسی غیرقانونی افراد و اتومبیل‌ها در بعضی از شهرها مواجه شدند. این اوضاع تأسف‌آور و دهشتناک جمعی از ما فرهنگیان، دانشگاهیان، وکلا، مهندسین، بازاریان و کسبه، کارگران، بازنشستگان، دانش آموختگان و فعالین اجتماعی و دیگر اقشار در کردستان را بران داشت تا در این روزهای سخت با تأکید مواضع زیر دیدگاه‌های خود را در بندهای ذیل اعلام نماییم. 1. ضمن حمایت قاطع خود از اعتراضات و مطالبات مدنی و مسالمت آمیز بر این باوریم که مسئولیت این اتفاقات ناگوار و اوضاع نابسامان امروز کشور بر عهده مسئولین و نهادهای ذی‌ربط است و هر گونه فرافکنی و اغتشاش نامیدن مطالبات مردم اهانت به ملت بوده و مشکلات را 200 چندان پیچیده‌تر می‌کند. ضمن عرض تسلیت به خانواده‌ها و بازماندگان، درخواست آزادی بی قید و شرط همه زندانیان 2.5 ماه گذشته شامل زنان و دختران، جوانان، فرهنگیان، دانشگاهیان، خبرنگاران، فعالین مدنی، روحانیان اهل سنت، ورزشکاران و دیگر عزیزان دربند را داریم و معتقدیم ایجاد فضای رعب و وحشت و میلیتاریزه کردن کردستان نه تنها آرامش را به جامعه بر نمیگرداند بلکه عزم مردم را بر ادامه مسیر در راستای نیل به حقوق از دست خود راسختر خواهد کرد. 3. ضمن تقدیر از حمایت‌های مردمی، اهم از جمع‌های کوچک مردمی و با تشکل‌ها و گروه‌ها و انجمن‌ها شامل زنان، جوانان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، اساتید دانشگاه، مهندسین، جامعه علوم پزشکی، وکلا، مولوی‌ها و ماموسایان اهل سنت، کارگران، اصناف و بازاریان و دیگر اقشار، ادعاهای تجزیه طلبی و وابسته بیگانه بودن معترضین کردستان را شدیداً مردود می‌شماریم. 4. تیراندازی به چشم و اندامهای حساس موجب کوری و آسیب‌های جبران ناپذیر در بسیاری از معترضان و بعضاً افراد رهگذر شده است. همچنین فضای رعب و وحشت باعث عدم مراجعه مجروحین به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شده و تلفات را افزایش داده است. مازاد برای که این دولت مرتد جان و مال و ارز اهل سنت را حلال میدونه، علتش اینه. مازاد بر همه دردها تعلل در تحویل جنازه کشته‌شدگان و دفن اجباری جنازه های شهدا برخلاف رضایت خانواده‌ها در مکان و زمان نامرسوم در قاموس کدام قانون حقوق بشری می گنجد؟ در قاموس مذهب ویرانگر رافضی. 5. در پایان با اعلام حمایت دوباره از خواستها و مطالبات به حق و قانونی مردم ایران و مطرود دانستن تخریب اموال فردی، عمومی و دولتی از طرف هر فرد و نهاد تأکید میکنیم که بهترین مبارزه مدنی و عاری از خشونت است. بنابراین همگی با هوشیاری کامل و با پرهیز از هر گونه تندی یا کندی در مسیر حرکت اعتراضی و مطالبه گرانه ملت ایران ماهیت مردمی و خودجوش اعتراضات و وحدت و هماهنگی خود را حفظ کنیم. جمعی از معتمدین، فرهنگیان، اساتید اینا که خوندم قبلا و اینم به زبان کردیه، اینم اسم هاست که بسیار زیادن. خدا برکت بده. آقای موحد سرحد، صدای خود علامه اقبال رحمت الله تعالی علیه، به به ماشاءالله، برای دکتر جاوید لطفاً بفرستید. من پسر ایشون، پسر اقبال، دکتر جاوید اسمشه، ایشونو یک بار دیدم در ایران، در یک کنفرانسی آمده بود. देखिए खुदा को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन सारी दुनिया खुदा को मानती है। ये किस तरह, ये मैंने इन अशार में कहा है, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। अच्छा है।
हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, सूरज के उजाले से, फजाओं से, खला से, चांद और सितारों की चमक और जिया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहौल समंदर से, पुरस्रार घटा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, गिरा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। अरे बहुत अच्छे दादी, गुलशन की बहारों से तो कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बादे सहर बादे सबा से, हर रंग के हर शान के फूलों की खबा से, चिड़ियों के चहकने से तो बुलबुल की नवा से, मोती की नजाकत से तो हीरे की जीरा से, हर्षे से झलकते हुए फन और कला से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। बहुत अच्छे। दुनिया के हवादिस से, जफाओं से, वफा से, रंजो गमो आलाम से, दर्दों से, दवा से, खुशियों से, तबस्सुम से, मरीजों की शिफा से, बच्चों की शरारत से तो माओं की दुआ से, नेकी से, इबादत से, लग़्ज़िश से, खता से, खुद अपने ही सीने के धड़कने की सदा से, रहमत तेरी हर गम पे देती है दिला से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आखिरी बंद है, इब्लीस के फितनों से तो आदम की खता से, औसाफ बराहीम से, यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की तस्लीम और रजा से, ईसा की मसीहाई से, मूसा के असा से, नमरूद के फिरौन के अंजाम फना से, काबे के तक़द्दुस से तो मरवा और सफा से, तौरात से, इंजील से, कुरान की सदा से, यासीन से, ताहा से, मुजम्मिल से, नबा से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हीरा से, हमने तुझे रहमत खुदा बरश बाद, रहमत खुदा बरश बाद। سالها صد یک بگذرد تا یک مرد حق پیدا شود. اقبال اندر هند و پاکستان و احسان الهی ظهیر اندر لاهور. خیلی متشکرم از شما. اولین بار بود که صدای علامه اقبال رو شنیدم. شبیه صدای دکتر شریعتی و شبیه صدای ابوالعلا مودودیه. دوستان اینا سوء استفاده دشمن نیست. این انتقادها خیلی عادیه. سه صدرتون رو بیشتر کنید. این انتقادها باید بشه. تا انتقاد نشه روش ها درست نمیشه، راه ها درست نمیشه. بله، من درخواست با هیچ کدومشون تماسی ندارم که نصیحت خاص بکنم. آقای سامان، آقای محمد از بلوچستان، علیکم السلام. از روزی که کشتار جمعه زاهدان شروع شد کلمه تنها شبکه‌ای بود از مردم مظلوم بلوچستان حمایت کرد. کار خوبی کرد، در این شکی نیست. بلکه حتی اینکه خطبه های مولوی عبدالحمیدون پخش میکنه بسیار کار خوبی میکنه. اینا کار اسلامیه. کار اسلامی رو باید تایید کرد. از همون روز آقای خدمتی گفتن تمام برنامه‌های فعلا به خاطر انقلاب مردم برگزار نمیشه، حتی پخش زنده. خب این اجتهادشونه، ما میگیم این حرف درست نیست، این کار درست نیست. لیکن این که نماز جمعه رو پخش میکنن، این که نماز جمعه متعدد هم پخش کنند خوبه، در اوقات متعدد. کارهای اسلامی رو با تایید کرد، واجبه. حرف‌های خانواده جانباختیان کردستان همینطور شاید این معاهده از طرف حکومت باشه. نه این حرفا جانب حکومت نیست. این حرفو
یه شخصیت بسیار برجسته‌ای برام فرستاد که من به خوبی میشناسمش، دلسوزه. این آخوند داره حرف رهبرش را اجرا میکنه که گفته بود مولوی عبدالحمید دستگیر نکنید بیابرو. بر دقیقاً اینا عرض کردم. ولی چقدر اینا بدبخت شدند که اینطوری بخواد کسی رو بدنام کنن. این از خوششانسی مولوی عبدالحمیده. آقای ابو اسامه سلام. روز نهانها آشکار می شود. خداوند از روز اول به خانواده شما توفیق داده و انشاءالله این راه تا سر منزل مقصود ادامه دارد. راه توحید مشخص است. شما یک رنگ بودی و هستی و هزینه های گزافی دادی. خدا رحم کند. خدا عاقبت همه ما و شما رو بخیر کند. در خاتمه عاقبت بخیری و سعادت و دنیا برات خواهانم. خیلی متشکرم از شما. خداوند به شبکه شما و کلام شما برکت دهد. آمین. بدون افتخار میکنم، هم سیاست مداری هم عالم امور دین. خواهش میکنم. نه این حسن زن شماست آقای ابو اسامه. خدا به خاطر حسن زنتون شما خیر بده. لیکن خدا ما رو ببخشد. رسول آقای سعید از آستارا تفسیر عالی بود، لذت بردیم. لطف داریم. رسول الله صلی الله علیه و آله کسانی را که برای مردم امامت میدهند دستور میداد نماز را چون که در سنت نبوی آمده است کوتاه بخوانند و علت آن را چنین توضیح میداد که پشت سر آنها افراد ضعیف و دردمند و بیمار و کسانی هستند که کار پری دارند، اما هرگاه خود به تنهایی نماز خواندید هر گونه خواستند نماز بخوانید. درسته؟ این حرف درسته. آقای محسن هدایت شده از خوزستان، حد ترخص شرعی برای نماز چند کیلومتر است؟ این مختلفه، از 80 کیلومتر بالاتر، حتی بعضی تا 64 کیلومتر هم اون چه که بهش سفر گفته میشه. رصد بلوچستان. کلید خوردن طرح ترور مولانا عبدالحمید با سناریوی متهم کردن داعش. اینا تهدیده، چون این غلطی انشاءالله نخواهند کرد. اینا شبکه کلمه داره، اینو قبلا نقل کردم مفصل. شاید شهادت بتونه 40 سال دفاع از این رژیم پلید رو پاک کنه، یا توبه نصوح. زاهدان بازداشت یک شهروند بلوچ توسط نیروهای اطلاعات سپاه. نیروهای اطلاعات سپاه یک شهروند بلوچ را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. امروز 15 آذر 1400 یک شهروند بلوچ توسط فلان. هویت این شهروند بلوچ زکریا جمال زهی 25 ساله و ساکن زاهدان عنوان شده. گفته میشد نیروهای اطلاعات سپاه با لباس شخصی و بدون حکم قضایی به منزل زکریا یورش برده و با ایجاد رعب و وحشت برای اهالی خانه وی را بازداشت کردند. تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی از محل نگهداری وضعیت و اتهام مطروح علیه شهروند بلوچ در دسترس نیست. لازم به ذکر است پس از تجمعات مسالمت آمیز شهروندان بلوچ نسبت به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به کودک دختر ماهو بلوچ در زاهدان پیش از صدها معترض بلوچ با گلوله‌های جنگی در جمعه خونین زاهدان و خاش کشته و بالغ بر 400 نفر مجروح شدند. همچنین از زمان آغاز اعتراضات تاکنون صدها شهروند بلوچ بازداشت شدند.
نصب پرچم بلوچستان در جاده روستای جکیگوار، اینا آب به آسیاب دشمن انداختنه. بخصوص وقتی شما ببینید که خود بسیج که در انتظامات مسجد مکی گرفتنشون این کار رو کردن. کسبه و بازاریان محترم آباد پنوچ به اعتصابات سراسری پیوستن. خدا خیرشون بده. امروز 15 آذر اعتصاب مغازه‌داران شهرستان پنوچ به استان محترم آباد. تهدید برخورد به مولانا عبدالغفار نقشبندی توسط معاون مدیر کل اطلاعات استان. اینو دیروز هم پخش کردم. شجاعی معاون مدیر کل اطلاعات بلوچستان مولانا عبدالغفار نقشبندی را تهدید برخورد شدید کرد. یکی از نزدیکان مولانا نقشبندی به گزارش رسد بلوچستان گفت آقای شجاعی معاون مدیر کل. اصلا من نمیدونم شما چطوری اخبار رو تهیه میکنید. یه جمله رو 3 بار تکرار میکنید. علتش چیه من نمیدونم. یه خلاصه بنویسید، یه جمله رو 1 بار بنویسید. آقای رسد بلوچستان، آقایون رسد بلوچستان. آقای شجاعی یکی از مجرمان و آمران تیراندازی در جامعه خونین زاهدان است که مولانا حمید نقشبندی و سایر علما استان درخواست مجازاتش را کردند. او جهت فرار از جرم در صد ترور یا بازداشت مولانا نقشبندی است. شجاعی و محقلی رئیس دادگاهش را به یک انقلاب وقت زاهدان آبدینی کارشناس اطلاعات استان، نیکونام رئیس اطلاعات وقت راست، مرزی داستان وقت، میرشاهی باسپورس و شکنجهگر مستقیم از عمر افرادی هستند که سال 91 سناریوی قتل مولانا جنگیزهی را طراحی و مولانا نقشبندی و را قریب 4 سال زندانی و شکنجه کردند. خداوند ازشان انتقام بگیره. انقلاب با صبر و تحمل به نتیجه نمی رسد. انقلاب با تهاجم پیروز می شود. خب بریم الان. آقای احمد علیکم السلام و رحمت الله. خواهر خامنه‌ای از برادرش اظهار تبرئه کرده. کار خوبی کرده. این از آثار نیک شیخ علی تهرانی برش هست. آقای عبدالحمید ثانی خدا بهتون خیر بده. قبر پرستی و مولا پرستی زمان 7 دقیقه. هر کسی قبل این دختر جعفر زیارته به این ماجره همون تو مسجد بری چطوره خود پیغمبر زیارت کنی نه خود قرآن همه رو بخونه عمل کن به هیچ واجبه نه همون قبل اگر بری زیارت کنی به هیچ واجبه این چه دقای کنه انزار قبرتان به نزدهم وجب نبوزن سامی کتابای حدیث این چه حدیث های قرآنی دارم درست کرد دیگه میانه آدم چی بگه به این ملت مدهوش ملت بیهوش ملت خربوش چی بگه خربوش
ثواب می‌کنه که پیغمبر از ثواب اجابه لا تطف هذا صادق لا تطف بقبره به هیچ قضیه رعایت نکن. و این اشکال شده که این قبل نقره است دراج هم آب آینه کاری و تراز مردم کنم به چیزیه مردم خرج کردن به همین تراکاری و نقره کاری مردم عوام دیگه. اگه قبر صاحب زمین بود مثل قبر پیغمبری که سلام هم نمیشه هیچ ادامه هم نمیشه. اما قبر باید نقره کاری و تراکاری و روستر و چلچرا بوده تو مردم خرج بشن. حالا هایی برو اینجی سر قبلی شلوب اصلا راه نی تو حرم بری. درفتم اونجا دیدم 2000 3000 جمع شد دور قبر امام رضا همه ناله میکنن همه دارن ناله میکنن شام که جمجا و این حرم روش آدمو کر میکنن. به یکی گفتم که چند کنه گفتم آقا این ناله هایی که اینه امام رضا میشنه و بله امام رضا میشنه زنده است و این ناله ها رو میشه که دق میکنه میشنه شب و روز ناله. اون یکی میگه بچن مرده اون یکی میگه نه من زندانه اون یکی میگه بچن زندانه اون میگه سرطان دارم اون میگه جیبا میزدم جیبا نزدن ایسلام اگر اینجور اون زنده باشه دق میکنه که گسته قول من نمیکنم عمامه قول من نمیکنم تو خدا بدرشی بیام برده من به اون آقای گفتم به اون آقای آیت الله اومد اونجا بنا کرد زری چسبیدن رو هم زمزه نکردن. من با عمامه فایده ندارم پیش اون آیت الله آقا بله سلام مسئله دارم بفرمون شما با کی داری زمزه هنو با امام رضا گفتم اگه امام رضا زنده است داره تو نمیمیره. من دنبالیم بین آقای حضرت آیت الله عثمان مجای تقلید مسلمین به این چی میشه گفتم آقا بس شما واجبه برای ما و شما واجبه اعلام کنیم ایره کنیم بیاره این آقای زنده رو نجات بدیم. آره زنده بگور زنده بگور حرامه. به چی وقتی که با چی بگه گفت عقیده شما چیه مرگش من گفت عقیده شما چیه اینا این جدن دیگه مرجعشون عوامه از عوام کن انعام کرد تقلید رو درست کردن برای ایران جهنم یصلونها فلیذوقوه باید بچشن این عمل خودشونه فلیذوقوه حمیمون و غساق آب گرم و آب زمهریر یخ غساق یه آب یخ و آخر من شکلی ازواج همچنین آبهای دیگر عذابهای دیگر از شکل همین انواع همین آدار فضل المقتحم. اینی که گفتیم که از میشه باید که بعد عمران اینا یک فوقی هستن که وجود میارن جلودار میره ایران به دنبالش فوجان مقتحمون معکم این فوجش مقتحم با شما لا مرحبا به نه مرحبا به ایشون میگه مرحبا میگه نه لا مرحبا نه مرحبا نه بسعد نه سعادت مرحب راحت یعنی وسعت یعنی نه بسعد نه سعادت لا مرحبا به. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و شرمندگان به آتش اینجا دعوا میشه پیشوا و پسوا. پیشوا میگن که لا مرحبا بهم پسوا میگن که لا مرحبا به خودتون تو مرحبا که تو جرم افتادی قالو بله انتم میگن بله انتم لا مرحبا بکن لیکن شما لا مرحبا انتم قدمتم لنا شما مقدم داشتید برای ما این عذاب و محجا کردید. فبئس القرار دعوا میشه بین مرجع و مقلد مرشد و مرید پیشوا و پسوا. فبئس القرار پس بد قرار جای
قرارگاهی است. قالوا همه میگن خدایا اون کسی که باعث شد ما اومدیم جهنم، خدایا عذابش زیاد کن. این شوهایی که مقدم جلو رفتن ما رو، قالوا ربنا پروردگارا من قدم لنا هذا، کسی که مقدم کرد برای ما این عذاب را، فزده عذابا، عذاب او رو زیاد کن، ضعفا چندین زیاد کن، النار آتش عذاب او رو زیاد کن. بله در قرآن چندین آیه است که روز قیامت پیشوها و پسوها دعواشون میشه، اون میگه تقصیر توست، اون میگه تقصیر توست، ولی حق بشه بقید تقصیر هر دوست. اون که شراب میفروشه با اون که شراب میخره کی مقصره؟ ای گفتی؟ هر دو مقصره. اگر اون نخره اون خونش بر میشینه، اگر عوام دنبالش نرن ننبال میکنه دیگه. اطرافی ها بیشتر مقصره. خداوند رحمتش کند. زبان قلم ابن حزم داشت و زبان حجاج. در کلیپ بالا شعری کوتاه بلوچی بدون آهنگ در مورد بلوچستان از شاعر روشندل نابینا برکت هود سربازی. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. جی بلوچستان تی وشے واہگے الہانا، جی بلوچستان تی وشے واہگے الہانا، جی بلوچستان، جی بلوچستان، جی بلوچستان، جی بلوچستان. کورش کو البرز بے شکا تہی زیادے، آریائی مہر کرتی بے ہو بنیادے. کورش کو البرز بے شکا تہی زیادے، آریائی مہر کرتی بے ہو بنیادے. راستی ہمیشہ دل پمیش کا صاحبہ مہمانا، جی بلوچستانا، جی بلوچستان تی وشے واہگے الہانا، جی بلوچستان، جی بلوچستان. اے وطن من شے مریدہ تو منی حالی، من جنو کا پت باور کن پا ایمانی. اے وطن من شے مریدہ تو منی حالی، من جنو کا پت باور کن پا ایمانی. تو منا چکاس تورے جنگ حج میدانا، جی بلوچستانا، جی بلوچستان تی وشے واہگے الہانا، جی بلوچستان، جی بلوچستان. بھوت حمل کلمتی یا بنت میر کمبر، یا کہ شہزاد سید منی راج رہ دربر. بھوت حمل کلمتی یا بنت میر کمبر، یا کہ شہزاد سید منی راج رہ دربر. تی ہم ابر زند سربستگ نہ پوتاوانا، جی بلوچستانا، جی بلوچستان تی وشے واہگے الہانا، جی بلوچستان، جی بلوچستان. بیا بلوچ راج گونتے پاکی آجنے گامے، بیا گو اوپر آدھائی دنیا یا پیغامے. بیا بلوچ راج گونتے پاکی آجنے گامے، بیا گو اوپر آدھائی دنیا یا پیغامے. ایمنی حق انت برسط باید حق انسانا، جی بلوچستانا. ایمنی حق انت برسط باید حق انسانا، جی بلوچستانا، جی بلوچستان تی وشے واہگے الہانا، جی بلوچستان، جی بلوچستان. شم پوزے تا بلوچے مکہ ہی ماتے، تاکہ دنیا ہست شالا کم گنداتے. شم پوزے تا بلوچے مکہ ہی ماتے،
सारा गम गिंदाते पति तौसी पा इलाचा लेके तक पर जाना जीवलूचिस्ताना जीवलूचिस्तान की वशे वागे अलमाना जीवलूचिस्तान की वशे वागे अलमाना जीवलूचिस्तान की वशे वागे अलमाना तुम्हें चापानी मिन्नतवार ما وقتی که بچه بودیم غلام قادر رو غلام از راسک می اومد یا از جکگور و همچه شعرهایی می خوندن کمال خان غلام قادر مولا محمدی بود یا فکر کنم یا اسم دیگری داشت ولی شعرهاشون همش نعت بود شعرهای اسلامی بود خب دوستان با این کلیپ از شیخ عبدالرحمن فاتح که 5 دقیقه میذارم همه شما را به خدای بزرگ میسپارم